سلام، صبحتون بخیر. با ما هستید با روز دوم سفر، با روز دوم لندن گردی. یه چیزی بگو دیگه. بچه‌ها اینجا چیه؟ بچه‌ها اینجا لندنه. اینجایی که می‌بینید تاور بریجه. تاورش بریجه و یکی از جاذبه‌های لندنه که اگر دوست داشتید میتونید بیاید. ما لندن زندگی می‌کنیم. اینجا یکی از زیباترین جاهایی که میتونید بیاید ببینید. البته یکی از زیباترین جاهایی که میتونید بیاید ببینید. ما خیلی جاذبه‌های دیدنی داریم که همینم با تعجب رو نگاه کنم. صدا و سیما معصومی نژاد روم. اینم برج شاردو. بچه‌ها ما لندن زندگی میکنیم. یکی از تفریحات اینجا اینه که بری اوبر بوت سوار بشی و از وستمینستر بری به سمت کاناری وارف. کلا میتونی تمام جاذبه‌های لندن رو از توی اون قایق اوبر ببینید. خلاصه که اگه اومدید میتونید امتحان کنید. تو چرا اینجوری؟ چی آخه ما لندن زندگی میکنیم؟ کوب ما لندن زندگی میکنیم. بچه ها اینجا میان این قفلا رو میزنن برای اینکه در واقع فکر میکنم به این منظور که میان عشقشون رو قفل میکنن به هم دیگه توی این تاور بریج و اینا. حالا توی پاریس و اینا خیلی بیشتره. صدای منو بشنوید. قفلایی که اینجا هست اگر ببینید بچه‌ها این صفی که می‌بینید برای عکس انداختن با این حیواناست.
اینجا برای همه چی باید صف بگیری، نه تنها غذا خوردن بلکه برای عکس انداختن با این حیوونا که رخش هم تاور بریجه. بچه اینجا فورمور لندن میشه به توی تصویر، حالا بعدن دوباره بهتون نشون میدم. شرکت سجادینا یه دونه از این مورای لندنه، فکر کنم تو مور لندن میشه شرکتشون. بعد با ویوی زیبای تاور بریج و خلاصه که متاسفانه ریموته، وگرنه اگه میمد شرکت خیلی حال میداد. من بچه برو مهم نیست. بچه های زیبا. آره سن به چیز نیست. بچه این لندن وال واک تموزم اینجا اطلاعاتشو نوشته. یک کافی شاپ هم هست اینجا، خیلی جالبه. بچه اینو میبینی؟ این ساختمونه کرو قوس داره. هلو، با این برج معروف اسمشو براتون میذارم توی کپشن، توی دسکریپشن در واقع. خفن. وقتی که لندن زندگی میکنی لیورپول استریت محل کارته، ولی هر دفعه که میای اینجا ذوق میکنی از این ساختمونا و هی فیلم برداری میکنی. خیلی باحاله، همه چیش صورتیه. خیلی خوشگله، رنگ مورد علاقه. چقدر خلوته.